کدام پادشاه در شکم مادرش تاجگذاری کرد و طولانی‌ترین دوره پادشاهی رو داشت؟ شاپور دوم ساسانی به مدت 70 سال. کدام تمدن تاریخی ایران طولانی‌ترین حاکمیت رو داشتند؟ تمدن ایلامیان در جنوب غربی ایران که حدود 2050 سال حکومت کردند و سرانجام توسط آشوربانیپال پادشاه آشور شکست خوردند و از بین رفتند. بلندترین زیگورات ایران چه نام دارد و چه کسی اون رو ساخت؟ زیگورات چوغازنبیل توسط اونتاشگال پادشاه ایلامیان ساخته شد برای نیایش اینشوشیناک خدای باستان ایرانیان. مومیای کدام پادشاه در سنندج پیدا شد؟ در سال 1387 مومیایی از پادشاهان ماد که اون رو به دیاکو نسبت میدن توی یک تابوت طلایی پیدا شد، اما متاسفانه از سرنوشت اون هیچ اطلاعی در دسترس نیست. فرزند شمشیر لقب کدام پادشاه است؟ نادرشاه. دودمان اشکانیان چند پادشاه داشت؟ حدود 50 پادشاه که هنوز 5 پادشاه اونها شناسایی نشده. کدام پادشاه ارامنه رو از منطقه قفقاز به اصفهان کوچ داد؟ شاه عباس صفوی. انقلاب مشروطه در دوره پادشاهی کدام پادشاه اتفاق افتاد؟ مظفرالدین شاه. در شاهنامه فردوسی نام کدام پادشاه هخامنشی اومده؟ در شاهنامه فردوسی به دلیل کمبود منابع در دوران ساسانیان نام پادشاهانی مثل کوروش بزرگ، داریوش بزرگ و یا خشایارشاه نیامده، اما نام دارا که اشاره داره به داریوش سوم اومده.